یه لحظه این کارو ببین، نگاه کن. اینو برمی‌داری، درست؟ اینو برمی‌داری، نگاه چه رنگی شد؟ اینو از اینجا برمی‌داری، قرمز شد. اینو کلا برمی‌داری، روشن شد. یه بار دیگه آبی، قرمز، این سبز. شما در واقع میتونی با بستن اینا فیلتراتو داشته باشی. با یه دونه چراغ که روی پایه وصل میشه در صدر این کار هست. با این میزان روشنایی میتونی انواع و اقسام این فیلترها رو توی محیطت اعمال بکنی. نگاه کن. مثلا میتونی نور محیط رو سبز بکنی، میتونی نور محیط رو زرد بکنی، میتونی قرمز بکنی و میتونی آبی بکنی. از طریق دکمه‌ای که اینجا گذاشتن نگاه، میتونی شعله نورتو کم و زیاد بکنی. نگاه، میزان روشنایی تو کم و زیاد بکنی. میتونی از طریق این یکی بین آفتابی و مهتابی هم حتی تغییرات ایجاد بکنی. و این دکمه رو هم نگاه کن، این پشتش روشن میشه. این یکی رو بزنیم میتونی خودشو به این صورت روشن خاموش بکنی. درصد شارژ باتری به این صورت بهت نشون میده. این هم یه چراغ تولید محتوای فیلتر داره جدید. روی پایه میتونی سوارش بکنی. از این قسمت ورودی تایپ سی داره، خروجی USB داره و به این صورت. نگاه، یه بار دیگه بررسی بکنیم. اینو باز میکنی، اینو باز میکنی، این و این هم چراغ کمپی فلزی تولید محتوای جدید.